خب سلام مرتضی گل. سلام. آقا فیلم اول هم مرتضی ما گرفتیم، فقط صداش رو قاطی کرد. خب با تصویر هم باشه. خب مرتضی سریع جمعش کنیم دیگه. این گوشت چیه؟ این گوشت چیه؟ این گوشت توپوزه. توپوز از مال گوساله است. اینم گوشت قلبه‌گاه گوسفندیه. خب آقا مرتضی کباباش واقعا من چون تو قدیم کار رستوران بودیم، حالا باوزین رستوران داشتن همینجوری بودیم، مزه کباب قدیم زیر زبونم مونده بود. با مرتضی باز دوباره تجربهش کردم. من اصلا چند روز پیش گفتش چیزه چی بودی پارت اشکال نرو. من اصلا چند روز پیش گفتش کباب تو مال نبودیم. خواستم بگم که ما گوشمون تازه است، ولی یه چالشی داشتیم، حالا جلوش گرفتیم، یعنی راه هر روز پیدا کردیم. ظرفامون بود آلومینیوم به خاطر دست مشتری برسته 100%. چون ما تو کره میخوابونیم، کره یه ذره یخ میزنه گوشتمون لطیف و اینا بهش متاسفانه. ولی کباب حضوری بیاید بخورید دیگه خود بگو چجوریه. داخل سالن تشریف بیارید میتونید از این گوشت که من میگیرم میذارم به سیخ که میشه رونده یا همون مجاز. مرتضی لقبش هم رونده است، موری رونده موری رونده ام آر. خب داشتم مقانیمای دیگه. خب پس بگو الان چیکار میکنیم؟ اینا چرخ میشه. اوکی. کباب چه جوری کبابت اینقدر لذیذ در میاد؟ دیدم خیلی آب پیاز مصرف میکنی و واقعا سیخ میگیری. توفال پیاز و آبشو زیاد نمیگیرم نسبت به اون گوشتم. مثلا همون سفیدیه که به این میگن قلبه‌گاه. این سفیدی کار منه، همون چربی و اینا میگن سفیدی. خب اونایی کارشونو متوجه میشن من چی دارم میگم. واسه مردم عام بگو دیگه. واسه عام بگو. این قلبه‌گاه. قلبه‌گاه نسبت به این قرمزی گوشتن که معروف توپوز گوساله است. اینا رو من بالا پایین میکنم، وزن میکنم و چرخش میکنم. یه گوشت لطیف و باحالی در بیاد. واقعا خوشمزه است. چرب و آبدار. پیازم هم زیاد توفالشو آبشو نمیگیرم. همین. خب الان میره نخودی چرخ میشه. آره بریم نخودی.